من و رفیقم ارشیا خیلی وقتی که تصمیم داریم یه یوتیوبر خیلی معروف بشیم. البته که تو این موضوع زیاد موفق نبودیم، ولی خب هیچ وقت برای شروع دیر نیست. پس تصمیم گرفتیم به عنوان اولین ویدیو بریم سراغ یه چالش خیلی خفن که براش نیاز به یار کمکی داریم. میگم کسی سراغ داری بیاد داخل ویدیو کمکمون؟ دیوس بذار بریم چالش رو انجام بدیم و از من میپرسی که سراغ داریم یا نه. آقا تو یکم فکر کن، حالا شاید یکی باشه. دختر پسر فرق داره؟ نه ولی هر جیهان پسر نباشه. مگه نمیگی فرق نداره؟ با قرآن شیشه ای. بابا آقا تو بگو کسی سراغ داری یا نه؟ بکنم یکی باشه بتونه کمک کنه. کی؟ نه این دختر هست که وایس پایینه. گوشابتون میشه. خب اونو بریم میشناسم. ببینیم چی میشه. سوری جیگر. سلام شما؟ یه لحظه عذرخواهی میکنم. هرچی بریم بایست بود. هرچی حیوان مگه نکنی میشناسیش؟ گفتم میشناسم نگفتم که کامل. ببین مهم نیست اون بخشش. حاضر به مداخله ویدیو کمک کنی یا نه؟ چرا باید کمک کنم؟ ما آدمای معروفی هستیم. برو بابا. شد معروفیت کجا؟ دو کلا ویدیو اولمونه. آقا خب باید جلوش چوسی بیایم یا نه؟ ببین تو لحظه هیچی نگو بذار من حلش کنم که ببین تو ما داخل ویدیومون به حقوق زنان خیلی اهمیت میدیم. یه جون من میخواین اصلا ایدهتون چیه؟ ببین قراره که تندترین غذای دنیا رو درست کنیم. زده به سرتون؟ آقا ایده بخششو بیخیال شد. ایده شدن این پارسا ایده شدن. اون بخششو بیخیال شد زده به سرمون. ایده داری بتونی به ما کمک کنی یا نه؟ ایده که آره میتونم بهتون ایده بدم، فقط پدرتون در میاد. اوکی؟ اوکی. یادداشت میکنید بگم یا نه؟ بله برمیدارید سینه مرغ و مکعبی میبرید، بعد میذارید تو مایتابه توی روغن. سینه مرغ چجوری مکعبی میبرن؟ سینه مرغ نمیتونی اینجوری ببری. من سیبو به زور میبرید. به مامانتون بگید براتون سینه مرغ و مکعبی ببره، بندازید توی روغن. خوش کن. با زردچوبه، فلفل قرمز، ولی این ترکیبش چی بود استاد؟ نمک یادتون نره وگرنه خیلی بیمزه میشه. بعد که فلفل سیاه و فلفل قرمز رو زدین تازه استکاری شروع میشه. میان چیکار میکنین؟ یه بسته کرانچی تندم میگیرین و هالوپینو خیلی مهمه. هالوپینو چیه؟ هالوپینو یه چیز خیلی تندیه. اینا که میذارن کنار سوشی میخورن یا نه یه شبیه فلفل دلمه‌ایه ولی فلفل دلمه‌ای نیست. و سس تند از این قرمزا هستن اینجوری میزنی شیشه یا قطره میاد از اونها به مقدار زیاد. یا میریزی توی ظرف، هم میزنی قشنگ بالا پایین میکنی و نوش جان. احوالتون آقا چیزی که چالش لعنتی پارسا که بود و گرفتیم، مخلفاتش داشتیم با چیپس دیگه. هالوپینو نمیدونم چی بود، رفتم اونجا بدم آقا هالوپینو داری یا رو با هالوپینو چیه؟ آقا بریم برای مخلفاتش. نه اینطوری پارسا خدا لعنتت کنه. والا چی من رو باید بخورم بوده که تو برینم توش. سلام و درود. های آقا یه موضوعی که بین من و ارشیا جفتمون شباهت داره اینه که حتی منم نتونستم هالوپینو پیدا کنم. جدی یعنی هیچ جا نداشت دور برمون کلا. و متاسفانه قراره که بدون هالوپینو پیش بریم چالشو، اما خدا رو شکر من دستم اصلا نلرزید در ریختن فلفل قرمزه. مشاهده میکنید اون خودم من پاره کردم با فلفل قرمز. ببین یعنی کل غذا مزه فلفل گرفته بود. نوکرم. حالا شاید فکر کنی که این نسکافه هست همونجوری که روش نوشته، حالا اینجا برعکسه ولی فلفل سیاهه. سوستون دیگه سوستون از اون قطره یا پیدا نکردم.
ریدم آجی. چقدر بریزم خونه اینو نمیتونم. الگو غلط کنم اینو بریزم. خب اینم از این. اینجا همونطور که دارید میبینید دارم گندم جمع میکنم. حالا شاید بگید که چرا داخل ویدیو صحبت نمی‌کنی پارسا؟ چون ساعت پاکینگ 7 صبح و من نمیتونستم صحبت کنم. اینجا هم باید در حد نیم ساعت بره داخل یخچال استراحت کنه. آقا گذاشت مرغمون آبپز بشه یکم رو گاز باید مخلوطش کنیم یه روش منه داغه بابا داغه کس یعنی نه استعداد دارم تو غذا نه کسشری که میام برای غذا یک روز آدم بابا به که کسشری ناموسم حالا یکم بمونه تو قاطی یه ایده دارم چسی باشی به حال کره ژاپن باز باشی بابا بیا بالا دیگه کنی وای دهنم سرویس که چیز آقا چیز ببین مزه تندی نداره با اینکه تو ویدیو هم مشخصه من فلفل رو زیاد ریختم حالا یا فلفل ما ریده ولی من دیگه تند خوردم تند بود غذا نمیگم تند نیست اوه حالا پیدا شو آجی وای چی آجی خیلی دیر خودشو نشون میده آجی میسوزه الان کل اینجا هم داره میسوزه وای ولی بد نبود یعنی نسبت به چیزی که فکرشو میکردم خیلی بهتر بود آجی خیلی هم فلفل قاطیش کردن کرانچی تند آتشین هم بود آخرش گلو رو زد گلوهاتو میسودن ولی تجربهش میارزه تنکی اون نسترم باکی و پارسا تمام